سلام بچه‌ها. میخوام بهتون بگم چرا باید فیلم جدید ماینکرافت رو ببینید. به من اعتماد کنید، ارزش پیکسل هاتون رو داره. خب اول از همه تریلرها. تریلر اول افتضاح بود. میخواستم کلا بیخیالش بشم. اما بعد تریلر دوم اومد. وای، همه چیزش سر جاش بود. حالا میرسیم به خود فیلم. در کل فیلم خوبی از آب در اومده. داستان، شخصیت‌ها، ماجراجویی‌های حماسی، حس و حال ماینکرافت رو عالی گرفتن. اما میتونست بهتر هم باشه. مثلا تصور کنید اگه از همون اول از عناصر اصلی ماینکرافت استفاده میکردن. مثل این میموند که شب اول یه استرانگهولد پیدا کنید. خب، نظر نهایی چیه؟ فیلم ماینکرافت برای هر طرفداری دیدنیه. فقط انتظار نداشته باشید بی نقص باشه. اما خب، حتی بهترین کلنگ الماس هم به یک کم جادو نیاز داره، نه؟ تا دفعه بعد بدرود و بازی خوبی داشته باشید.